لقمان حکیم به فرزندش توصیه میکنه، میگه ای فرزندم زبانت را به استغفار گفتن همیشه عادت بده. در هر جا هستی، پشت ماشین نشستی، در خانه ای، راه میروی، دراز کشیده ای، استغفر الله فراموش نکنی. در حدیثه هر کس همیشه استغفار بگوید خداوند متعال 3 نعمت به او عطا میکنه. جعل الله له من کل هم فرجا، همه سختی هایش را آسان میکنه. من کل ضیق مخرجا، از هر تنگنا خدا او را نجات میده. و رزقه من حیث لا یحتسب، سوم رزق و روزیش فراهم میکنه از اونجا که گمان نمیبرد. خوش به حال کسی که همیشه استغفار میکنه. گفت که همیشه زبانت را به استغفار ده عادت به، زیرا خداوند ساعاتی دارد، در شب و روز ساعاتی وجود دارد که خداوند متعال دعا کنندگانش را دستواری بر نمیگردونه. امیدواران را ناامید نمیکنه. اون ساعتها ممکنه با همون دعای تو، با استغفار تو با همون ساعتها مصادف باشه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه از پیامبر اکرم علیه السلام این خواست: علمنی دعاء ادعو به فی صلواتی، ای پیامبر به من یک دعایی تعلیم بده، آموزش بده که من در نماز خودم اون دعا بخوانم، یعنی بعد از تشهد، بعد از تحیات. حضرت به او فرمود این دعا بخوان: اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بار الها من به خودم خیلی ظلم کردم. نافرمانی خدا ظلم به کیه؟ به خود انسانه، چون عقوبتش به خود انسان میرسه، شؤمش دامنگیر خود انسان میشه. ولا یغفر الذنوب الا انت، و هیچ کس جز تو ای پروردگار گناهان را نمیبخشد. فاغفر لی مغفرة من عندک، پس مرا ببخشا یک آمرزشی از جانب خودت. وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، و مرا رحم کن، همانا تو آمرزنده و مهربانی. این کلمه استغفر الله الذي لا اله الا هو در حدیثی که من قاله غفر له و این کان فر من الزحف، کسی که میگوید استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، یا استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، حضرت فرمود خدا گناهش میبخشد اگر چنانچه از جبهه جنگ فرار کرده باشد. اون فرار از جبهه جنگ یک گناه خیلی بزرگه، فرار از زحف جز گناهان کبیره است. ولی اگر کسی در پرونده اش این جمله استغفر الله باشد، خداوند او را میبخشد. و در این حدیث آمده است که پیامبر اکرم علیه السلام همونطور که عرض کردم همیشه در مجالس میگفت رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الغفور یا التواب الرحیم، پروردگارا مرا ببخشا و توبه من بپذیر که همانا تو توبه پذیر و بخشنده هستی.